بچه ها جون اینجا حیاته، خونه گل پریناه، اون طرف همو جون جونه و دانا و مهربون و بیناه، پر لاله و میناه، حیات گل پریناه، و پر لاله و میناه، حیات گل پریناه. یه طرف خونه حوزه، کنار دیوار یه باغچه، توی باغچه پر چمن، توی چمنم 3 تا قارچه، پر لاله و میناه، حیات گل پریناه، پر لاله و میناه، حیات گل پریناه. عمو جون منم و شاخه هامت جنس چوبه، قصه های بلدم که اگه گوش کنی خیلی خوبه. دندونم یادت آشه، من با همه موافقم آشه. اسم من تفتون است و من خیلی پلم، به هر کی میرسم اصلا میگن شلم. بچه ها من و گل پرم، دایی و خواهرزاده ایم، با این که خیلی شیطونیم اما جوونیم و ساده ایم. با دندونه و دردونه آهنگای شاد میزنیم، حالا همگی یک صدا با هم دیگه داد میزنیم. پر لاله و میناه، حیات گل پریناه، پر لاله و میناه، حیات گل پریناه، پر لاله و میناه، حیات گل پریناه. این قسمت وای کارنامه. دندونه و دردونه خوب توجه کنید. من و دایی و عمو جون جون تصمیم گرفتیم که یه اردوی 2 روزه برای شما برگزار کنیم. خب منتها یه شرط داره. چه شرطی؟ نمره های خوب. ما که مدرسه نمیریم که. آره ما که نمره نداریم. میدونم این نمره ها به کارای خوب شما داده میشه. بله من نفهمیدم. ازی نداره، من فهمیدم خودم برات میکنم. خیلی خوب، حالا بدوی برین که از همین حالا شروع میشه. حوصله‌ام سر رفته. شربت همی، شربت هندونه، هندونه، شربت آلبالو، شربت آبی، شربت آلبالو، شربت پوفه، شربت آبنبات، شربت نه عمو ببین 26 تا شربت. حالا 12 دیگه. میخوای همه 26 تا شربت رو بدم به ریسه هاتون؟ نه خیر نمیخوام. عمو میخوای بوست کنم؟ عمو جون بس کن دیگه، صورتمو خیس کردی. عمو جون میخوای آب کمپوت بزن بخوری؟ نه نمیخوام. نه آب نبار. بگی چی میخوای نصف شبی آخه؟ برای من آب نبات آوردین که چی؟ موضوع چیه؟ عمو بله نمیشه. تا صبح صبر نکنین. عمو نمیشه. الان بگید. عمو نمرمون چند شده عمو؟ نمیتونم بگم الان، نمیتونم بگم. خوشگله عمو. عمو خوشگله، عمو قشنگه، خودگون عمو چند شده دیگه. آها پس بگو. هی آب نبات و شکلات و آب میوه نه خیر نمیشه. من فقط گزارش دادم، از نمره هام خبر ندارم. صبح علت طلوع قرار کارنامه هاتون رو کارنامه هم داریم؟ بله چرا که نه. نامه اعمال اردوی 2 روزه. اگه همه کارمون درست بود پس اردوی راستکی میپرنمونم. راست میگم؟ بله البته اگه کاراتون تو این 2 روزه نمره خوب آورده باشه
آخر هفته میرید اردوی راستکی. خیس شدم. بس دیگه. آخشون اردو. گوشش بگیرم. کارنامه همونو عمو آورده. آره وای نمره 20 چه خوب. چقدر نمره های 20؟ میگن که اون نمره زیاده که کارنامه تره مال منه. نه نمره کما مال توه. نه من بیشتر کارای خوب کردم. نه خیلی تو بیشتر کارای خوب کردی. خب باشه گره نکن. بیا بریم نگاه کنیم چقدر بزرگم. اوشه چقدر زرد و زیبا هستن. کارای خوبتون بوده. نمره خوب 25 چه کارای خوبت خیلی زیاد بوده. پس اون نمره کما مال کیه؟ مال توه. اوشه نه خیلی مال توه. بد بود. بیاو یهو به پیکنیک. گلبخت جون جونم. چایتون عوض کنم سرد شده. نه خیلی ممنون، داغه نمیخواد، دستت در نکن. چیزه بیا مال من عوض کن. گلبخت جون جونم. دوست داریم براتون لخمه نون پنیر تو بگیرم. نه بابا خیلی ممنون، خودم میگیرم. برای من میگیری؟ دندونه کو؟ چه خبره دندونه؟ گلبخت بیا صابونت رو بخور دیگه. گلبخت جوراب تو شستم. کدوم جورابا رو؟ همه این که تو دستر فقط تمیز نشد. این جورابای منه، دست درد نکنه. بیتر بیاد اصلا بو میداد. پیف بود. امروز چه خبره؟ راستی گلپر از نمره هاشون چه خبر؟ فهمیدم. زودتر بله. بگو. هی لقمه بگیرم جوراب شستم. این دلیل نمیشه که من نمره‌های توی کارنامه‌تون رو تغییر بدم. فهمیدین؟ برم این جعبه رو بیارم. بله البته. بله. منم نمره ها رو به عمو جون بله. نشون میدم. چایی بریزم براتون. بله عمو جون بله بفرمایید. بذار ببینم. نه وای. همینو. بله درسته. کاملا درسته. اوه ببینم چه نمره هایی اینم مال همه زیر 10. به وای متاسفم براتون. اردو بی اردو. خب به صف. خب
قابل توجه شرکت کنندگان در اردو، هر نمره به ازای عملی که هر شرکت کننده در اردوی داخلی حیات پلاک 6 انجام داده بدان تعلق گرفته. و اما نمره اول 20 بله 20 منتها صفرش افتاده. 2 بله. به خاطر عدم همکاری در برپایی چادر. بله. بله بعدی نمره 0 به خاطر تاب بستن به شاخه های درخت و آسیب رساندن به محیط زیست. نه ما نبستیم. نبستیم؟ شما نبستین دایی. بله عکسا. بله بفرمایید. بفرمایید عکسا. بفرمایید. اینم عکسا که توی پاکت گذاشتیم. گل بخشون بله. کنسی پسه من نپسم. نه خیلی بیتر بیا تو بسی. خودتی. خیلی خوب حالا بقیه صبر کنید. نمره 3 از 20 دردونه نمره 4 گرفته. بله و دندونه نمره 6. هورا من بیشتر شده. البته 4 و 6 همچین فرقی با هم ندارن. بله تو تا 20. بله دقیقاً. بابتشو نگفتید. بابت نظافت را رعایت نکردن و آشغال ریختن در گوشه کنار حیات. بله آشغالا رو نگاه کنید. آشغالا صبر کنید. نگاه کنید. واقعا نگاه کنید. واقعاً نگاه کنید کیکو خوردین آشغالاشو ببینید. بفرمایید دیوار یه بار مصرف. بله. شیشه این شیشه. واقعا که و یک نمره 0 کله گنده. بله. به خاطر اینکه آدامستون چسبیده بود به لباسم. گلپر جان مثل اینکه 0 آدامس رو توی کارنامه وارد نکردیم، یادتون باشه وارد کنیم. خب حالا بله. ادامه. بله نمره 1.75 به خاطر پرتاب کردن لنگ دمپایی به سر و صورت عمو. بله ملاحظه بفرمایید که یکی از لنگ کفش‌های بنده همچنان در آسمان زندگی میکنه. نه مجبور بودیم توپمون افتاده بود. آره نمره 1 به خاطر کندن بالهای پروانه و گلی که روی آن نشسته بود. ای وای خدا مرکم بسه اونم دیدی. بله که دیدیم. فیلمش هم داریم. بله بله. بعدی 3 تا 0 به خاطر ترقه بازی و ترساندن افراد گروه. وقت و بی وقت. بله دقیقاً. و 1 0 کله گنده دیگه به خاطر زروبازی با شاخه های خشک درختان. آخه من 100 دفعه به شما دوتا نگفتم که با شاخه های خشک درخت زروبازی نکنید، چوبش میره توی چشمتون. بله و در نتیجه اردو بی اردو. شما نتونستید که یه نمره 10 بگیرید. واقعا که بله دقیقاً. بفرمایید. دایی کارنامه رو بله همه نمره های بعد یه طرف. بله 1 0 کله گندم یه طرف. به خاطر چی شما تیکه چرا عمو؟ بله به خاطر روشن کردن آتیش، اونم زیر پای یه درخت. بعدشم دقت نکردن تو خاموش نکردنش. وای من از هر نمره بد که بگذرم از این 0 نمیگذرم. حقم داری عمو. واقعا که اصلا شماها میدونین با یه کبریت کوچولو میشه یه جنگل آتیش زد. بله خب عمو بله. به نظر شما این 2 نفر میتونن برن اردو با این نمره ها؟ متاسفانه چون در امتحانات اردو شناسی رفوزه شدند خیر. چی گفتی دندونه؟ مشخص نیست چی میگه. بنگ بنگ به شرط ها و شروط ها. شما دوتا بس نمی کنید؟ بابا 4 تا 20 بده به اینا برن دنبال کارشون دیگه.
دارم میگم 4 تا 20 بده بهتون دیگه. 20 الکی که نمیشه. مگر اینکه چی کن؟ ده. ای وروجکا کو اشکاتون؟ مگر اینکه یک بار دیگه امتحان اردو بدین. بله البته این دفعه دیگه مسابقه است. بله مسابقه است. هر کس که نمره های بهتری بیاره میره اردوی رسمسکی. فریاد شادی هورا. من آمدم. منم آمدم. گاز بستم. در حیات بستم. شیر آب بابا بستم. پنجره پشتی بستم. چقدر بستنی داری؟ باری کلا نگاه. ببین نمره ها رو ببین. هیچ کدومشون از 18 پایین نیومدن. آفرین یاد خودم افتادم. باری کلا. خوابیدن که دندونه جون دندونه بیدارشین کارنامه‌هاتون رو آوردین. بچه‌ها بیدار شید. نمیخواید بدونید کدومتون برنده شدی؟ آتیشو خاموش کن. نورت بد میشه. شاخه درخت میشون. شاخه درخت گاز شگره. تفلک‌ها رو ببین. تو خوابم دارن مسابقه اردو میدن. حالا آخر هفته میبریشون یا نه؟ بله که میبرمشون. چرا نمیبرمشون؟ دندونه و دردونه هستن یکی دونه. ما گل پرودایی جون ساکنن تو این خونه. اینم عموش جون جونه همش آواز میخونه. پیره و مهربونه قصه زیاد میدونه. دندونه دردونه دندونش مهربونه. دای جوش خوش زبونه. دردونه شیر زبونه. گل پر خانوم خونه. دندونه دردونه. خونه گل پرینه هزار تا قصه داره. قصه هاشونم خنده گاهی هم غصه داره. یه آسمون ترانه شعرهای کودکانه. هزار تا قصه از شادی و از غصه.